جمعه 28 مهر جام حذفی قهرمانان روبیک ایران، برج میلاد. هر کسی که استراحت بخوره استراحت خورده. من تاکید دارم این موردشون انجام میدم. اولین اسم آقای ایلیا رشیدی می‌کنه، زحمت بکشن این رو بردارن. ایشون رقیب آقای ایلیا رشیدی نمیشه، نفر مسابقه بعدی میشه. بله نفر اول مسابقه بعدیشه. آقای کسری عباسی ریش، آقای فرید فخریان. این دوستانی که اسمشون خونده شده یعنی با هم مسابقه نمیدن دیگه فعلا. آقای سروش حسینی، آقای امیرعلی فرج نژاد، آقای محمد رضا حسن‌پور، محمد مهدی خسروی. ما 8 مسابقه‌مون یه طرفش معلوم شد، حالا رقبای این دوستان رو اسمشون رو در میاریم. رقیب آقای ایلیا رشیدی میشه ایشون. آقای سام مهمانی، رقیب خانم لینا دیوند. آقای سام سبزادیان، رقیب کسری عباسی. حامد معصوم‌زاده، رقیب آقای فرید فخریان. سرکار خانم استراحت بردی. رقیب آقای سروش حسینی. آنا وثوقی. این حسین روشن بود اولیه، سروش خوندی. رقیب آنا وثوقی حسین روشنه. رقیب امیرعلی فرج نژاد سروش حسینی. محمد رضا حسین‌پور با امیر پارسا حسینی. محمد مهدی خسروی هم با همه چی میاد. چرا علیرضا خزایی ناشنایی. خب یک بار دیگه، اولین مسابقه ایلیا رشیدی و سام مهمانی، بعد خانم لینا دیوند و سام شیرزادیان، کسری عباسی، حامد معصوم‌زاده، فرید فخریان و استراحت، حسین روشن و آنا وثوقی، امیرعلی فرج نژاد و سروش حسینی، محمد رضا حسین‌پور، امیر پارسا حسینی، محمد مهدی خسروی و علیرضا خزایی. یک بار همه‌شون رو تشریف بفرمایید. ایلیا رشیدی و سام مهمانی. آماده؟ 3 2 1. جهه 27 مقابل 1. فاصله 3 ثانیه سال
نفرشون تشریف کنید. میریم سراغ 2 نفر بعدی، لطفا تشویقشون کنید. سرکار خانم لنا دیوان و آقای سام شیرزادی. سه، دو، یک. دو نفر بعدی کسرا عباسی حامد مسعود تشویقشون کنید. آماده 3 2 1. 8 ثانیه. یه رایش مونده میشه به اضافه 11 و 25 1 1 تطبیق دو نفر بعدی تشریف کنید. خانم آنا وصولی و حسین روشن. 3 2 1. فکر می‌کنم جذاب بشه امیرعلی فرج‌نژاد و سروش حسینی تشویقشون کنید. 1 8 ثانیه. رکوردی که تا امروز مسابقه ثبت شده واسه امیرعلی 7 داده. لطفاً تشویقش کنید. 8 2. این رکوردش با 50,000 برای اونایی که معتقدن روی خیلی تاثیر می‌ذاره. 8 9
مونده. لطفا تشویق کنید. محمد رضا حسین پور، امیر پارسا حسینی. 2-1. محمد مهدی خسروی، علیرضا فضایی. تشکیلشون 8 ثانیه. توی 4 تا گروه رقابت بکنن و 4 تاشون هم میرن طبیعتا بالا. یه ذره این جنگوی‌تر شد. برای اولی که اسمش در میاد امیرعلی فرج‌نژاد، امیر پارسا حسینی، رقیب امیرعلی نیست، ایلیا رشیدی، حامد معصومزاده، رقیب امیرعلی فرج‌نژاد. ای بابا ای بابا. محمد مهدی خسروی، امیر پارسا حسینی. امیر پارسا جان این دیگه رو دوست داره. حسین روشنیا رشیدی، خیلی رقیبشو دوست داره. فرید فخریان، چرا اینجوری شده؟ و رقیب حامد معصومزاده، خانم لنا دیوبند. مسابقه اول امیرعلی و محمدی خسروی، دومی حسین روشن امیر پارسا حسینی، سومی ایلیا فرید، چهارمی لنا حامد. 2-1. باری کلا خب رقابت جذاب بعدیمون، لطفا تشویقشون کنید. امیر پارسا حسینی، حسین رو
هشتم ایلیا رشیدی فرید بختیان که استراحت کرده. 2 1 مثل که 1 هیچ تشویق بالواقع 3 هیچ و تمام. ما 2 نفر آخر مرحله 1 هشتم خانم لیلا دیدبر آقای حامد معصوم‌زاده تشویقشون کنید لطفا. احسن. 1 برای مرحله 1/4 2 نفر میرن فینال و 2 نفری که میبازن برای مقام سوم با هم دیگه رقابت خواهند کرد. اولین نفر آقای حسین روشن تشویقشون کنید. کیبل بعدی به آقای حسین روشن نمیخوره و نفر یکی دوه امیرعلی فرج نژاد. و اما حریف گوش نمی‌کنه. آقای حریف آقای حسین روشن، آقای فرید فخریان، آقای ردبندی و حریف امیرعلی فرج‌نژاد آقای حامد معصوم‌زاده. بالواقع 1 هیچ تشویق. هشت و 18 شد. 3 که به نظرم مسابقه خیلی جذاب میشه. امیرعلی فرج‌نژاد، حامد معصوم‌زاده تشویقشون کنید. یک
بار 2 8 ثانیه. و تکلیف اول مسابقه رده‌بندی انجام میشه. برای نفر سوم قرار رقابت کنن آقای حامد معصوم‌زاده و آقای فرید محمود دوباره تشریف بیارن. یک 8 3-1 و تمام. یک